بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز شبکه ورزشی 3 شاهد مسابقات تکواندوی المپیک جنوب آسیا هستید. مسابقه‌ای که تماشا میکنین مسابقه ابتدایی یا مقدماتی تکواندو در وزن منفی 57 کیلوگرم بانوان هست و در نهایت برنده به سیمی فاینال را پیدا میکنه و شما از این بیان بکنم که سمیه غلامی تمامی رقابت‌هایش البته انجام داده و نتیجه‌ای که بعد از آمده در ختم همین مسابقه به شما از آن میگم که سمیه غلامی حائز کدام مقام شده و کدام مدال به دست آورده. این مسابقه ابتداییش است. بعد از این مسابقه در برابر حریف سریلانکایی در نیمه نهایی قرار میگیره و اگر سریلانکا را ببره در برابر حریف نیپالیش مسابقه میکنه که این مسابقه را به شکل ثبتی به شما از آن پخش و نشر میکنیم و به شکل ویژه و من از تمامی جزئیات رقابت ها آگاه هستم که امروز در مسابقات المپیک جنوب آسیا کدام نتایج به دست آمده و ذره ذره به شما از آن بیان خواهم کرد. مدرسم تا پایان بیننده شبکه ورزشی 3 باشین و از تماشای رقابت های تکواندو لذت ببرین. امتیازها 3 بر 1 به نفع سمیه غلامی هست و همچنان ورزشکار ما پیشتاز است. در راوند اول پیشتاز مسابقه در راوند اول به پایان میرسه. بعد از این مسابقه محمود حیدری و همچنان مسابقه شریف مرادی که برگزار شده را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و همچنان شاهد مسابقات المپیک جنوب آسیا باشین. سمیه غلامی از افغانستان 3 در برابر چیمی دولما از بوتان 1 یعنی 3-1 پیش است. این نخستین امتیاز که توسط عبدالیچاگی به دست آورد سمیه غلامی. سمیه غلامی اگر ای و حریف خودش شکست بده و بعدش سریلانکایی را ببره و بعدش در فاینال نیپال شکست بده که نیپال رفته فاینال، اگر طلا بگیره سمیه غلامی به نخستین تکواندوکار تاریخ افغانستان در المپیک جنوب آسیا در بخش زنان مبدل میشه که به مدال طلا دست پیدا میکنه. تاریخ ساز میشه سمیه غلامی، بانویی که برای افغانستان در مسابقات کسب سهمیه المپیک در فیلیپین هم نمایندگی از افغانستان خواهد کرد و اگر در آسیا طلا و یا نقره در مسابقات کسب سهمیه آسیایی بگیره به مسابقات المپیک 2016 برزیل راه پیدا خواهد کرد. بانوی پر استعداد است. اشکال بوتانی چهره‌اش زیادتر به کوریایی ها مشابه هست و بوتانی ها در تکواندو زیاد خوب نیستن، اما این ورزشکار تکواندو فعلا از بوتان مقاومت میکنه در برابر سمیه غلامی. به هر صورت امتیازها 3-3 شده و یک امتیاز تکواندوکار از بوتان باید کاسته شود به خاطر که بعد از گالیو ضربهش زد. ضربه زدن بعد از گالیو مجاز نیست. بله، یک امتیازش کم شده و البته باید شود که فعلا در تابلو کم نکردن امتیاز شب. Dolma is back to that 2-point, still a point lead for Afghanistani fighter. And I think the Afghanistan coach has asked for a review. He has some confusion. The head coach of Afghanistan, Mr. Haq, who hails from Korea, he has really transformed the sport of Taekwondo in the country of Afghanistan. Mahesh, this man has taken his country to glory. Afghanistan, which was nowhere few years back, has really taken. بله، قسمی که نطق هندوستانی هم گفت من اشتباه نکرده بودم. اصلا زاده کره جنوبی است تکواندوکار از بوتان و از او خاطر خیلی مقاومت میکنه در برابر تکواندوکار ما
یگانه صد کلان و بزرگی که سمیه در پیش رو داره همین تکواندوکار است. اگر ایره ببره سمیه قطعا طلا کسب خواهد کرد، به خاطر که بوتان یعنی این تکواندوکار بوتانی اصلا از کره جنوبی است و فعلا عالی پا میزنه در برابر سمیه غلامی که در مسابقات کسب سهمیه المپیک هم برای افغانستان نمایندگی خواهد کرد. این هم دولیچگی تکواندوکار کوریایی الاصل بوتانی که به هر صورت امتیازها 3-1 بود، حالا 3-2 شده و امتیازها را چک میکنن دارهای کنار. روز قبل هم روحلای نیکپا موفق شد که به مدال طلا در وزن منفی 68 کیلوگرم دست پیدا بکنه و همچنان در روز قبل محسن رضایی در وزن اول با شکست دادن حریفان خوبش و با نتایج عالی یعنی 21-3 و 13-1 و در فینال هم هندی را 15-12 شکست داد، طلا گرفت و رامش حسینی هم در وزن منفی 87 کیلوگرم نقره به دست آورد. در فینال به هند با نتیجه 11-10 باخت و در مجموع فعلا امتیازها 3-2 به نفع افغانستان است. افغانستان دو فاینالیست دیگه هم در تکواندو داره، شریف مرادی و محمود حیدری که حریفایش شکست داده و به فاینال را پیدا کردن که بعد از این مسابقه فاینال شریف مرادی و محمود حیدری هم تقدیم حضورتان میشه. امتیازها 3-2 به نفع افغانستان هست و بله کارت رد میشه و ریجکت میشه و سمیه غلامی باید بدانه که حالا کارت نداره. کوچش ماستر مین سین هاک، مربی که 6 طلای جهانی 2 برنز المپیک برای افغانستان برمغان آورده و واقعا مربی بزرگ است در کنار مربیان داخلی افغانستان. امتیازها 3-2 هست. نخستین طلای تاریخ مسابقات قهرمانی جهان در رشته‌های مختلف که افغانستان داشت در تکواندو در سال 2007 توسط نثار بایی به دست آمد و نخستین مدال تاریخی المپیک. امتیازها 3-3 میشه توسط روحلای نیکپا در سال 2008 در المپیک بیجینگ به دست آمد که همین کوریایی ماستر مین سین هاک برای افغانستان به دست آورد همراه با کمک مربیان داخلی افغانستان. المپیک 2012 افغانستان یک برنز و یک مقام پنجمی داشت توسط روحلای نیکپا و نثار بهاوی که روحلا برنز گرفت و نثار پنجم شد. مدال‌های جهانی 2009 مدال جهانی 2011 نیکپا گلش افتخارات است که ماستر مین سین هاک به دست آورده. امتیازها 5-5 شده و سمیه غلامی در برابر حریف کوریایی الاصل بوتانی خودش فعلا مقاومت میکنه و خیلی عبدالی قشنگ را میزنه. سمیه اما از بوتانی امتیاز میشه اما از سمیه امتیاز نشد. کنگو میگیره. افغانستان امروز کارستان کرده در تکواندو که در لابلای برنامه به شما عزیزان بیان میکنم که چقدر افغانستان عالی کار کرده امروز، خیلی عالی، اما امتیاز او قطعا ریجکت خواهد شد. امتیاز 8 سمیه باید 3 امتیازش باید کم شود و باید تبدیل به 5 شود به خاطر که بعد از گالیو ضربه زد. 6-5 میشه نتیجه. البته 7-5 ببخشین به خاطر که 7 شد بوتانی 5-7 باید شود. نتیجه بر 7 است و سمیه غلامی همچنان عقب است از حریف توانمند خودش. یک کنگو میگیره سمیه غلامی اما روحی خودش از دست نمیده و همچنان پا میزنه با حریف پرقدرت خودش. مرحله گروهی است، برنده به نیمه نهایی وزن منفی 57 کیلوگرم راه پیدا میکنه.
راوند به پایان میرسه. امتیازها 7-5 هست. میبینن سمیه غلامی از افغانستان در برابر چیمی دولما از بوتان قرار گرفته. امروز روز عالی را افغانستان در تکواندو داشته که سمیه هم کارکرد عالی داشته. محمود حیدری، شریف مرادی، تنها ولی اکرمی از افغانستان از مدال به دور ماند. متاسفانه در ابتدا باخت و حذف شد در وزن 8. اما در 3 وزن دیگه در بخش مردان و آقایان، 2 وزن در بخش آقایان و 1 وزن در بخش بانوان که سمیه هست، کارستان کرده که به شما عزیزان بیان میکنم که افغانستان امروز چی کرده در تکواندو. ریکاردها را شکستن و همچنان مسابقه باید ادامه پیدا بکنه. روز قبل افغانستان 2 طلا و 1 نقره به دست آورد توسط رولای اکپا و همچنان محسن رضایی در وزنهای اول و 4م و در وزن 7م نقره گرفت و امروز ورزشکارای افغانستان در وزنهای منفی 58 کیلوگرم که محمود حیدری نماینده افغانستان بود و وزن منفی 74 کیلوگرم که شریف مرادی نماینده افغانستان بود، بازم باید امتیاز کم شود از سمیه. امتیاز سمیه باید 3 امتیازش کم شود، از 9 باید 6 شود و امتیازها 8-6 باید شود به نفع تکواندوکار بوتان، به خاطر که بعد از گالیو ضربه زد. میگفتیم که شریف مرادی هم در وزن 5 و ولی اکرمی در وزن 8 امروز نمایندگان تکواندوی افغانستان بودن که به غیر از ولی اکرمی دیگه تکواندوکارای افغانستان گل کشتن و 2 فاینالیست داشتیم امروز، محمود و شریف مرادی. اگر سمیه هم این حریفش شکست بده میره به نیمه نهایی. عبدالیچاگی از طرف سمیه اگر هی حریفش ببره در برابر حریف از کشور سریلانکا قرار خواهد گرفت و برنزش قطعی خواهد شد. قبلا در سالهای قبلی لیلا حسینی هم نقره بازی المپیک جنوب آسیا را داشت، اما هیچ تکواندوکار از افغانستان طلای المپیک جنوب آسیا را نداشت و اگر سمیه طلا بگیره کارستان میکنه و نامش در تاریخ ورزش افغانستان ثبت خواهد شد، به خاطر که در سالهای قبلی 2004 که افغانستان اشتراک کرد در اسلام آباد، 2006 در سریلانکا و 2010 در بنگلادش دیگه هیچ تکواندوکار افغانستان طلا نگرفته از جنوب آسیا در تکواندو. چهره ماستر مینسین ها که در تصویر میبینین، همچنان میر سعید صدیقی کمک مربی که در بخش بانوان در همین مسابقه فعالیت میکنه. 8-6 است نتیجه، حالا 8-7 میشه به نفع سمیه. امتیاز به دست اومد. عبدالیچاگی امتیاز داده نمیشه. کنگو های زیاد گرفته سمیه غلامی، تقریبا 7 کنگو مجموعاً اگر اشتباه نکنم به دست آورده که 3 امتیاز به حریفش داده توسط کنگو. امتیازها 8-8 مساوی شده و یک کنگوی دیگه هم میگیره. بازم داور دور میکنه هر دو تکواندوکارا. امتیازها 9-8 میشه. حالا سمیه غلامی پیروز میدان تا به حال هست. 9-8 سمیه غلامی. ثانیه های پایانی است و از دانی بیننده حالا راز به شما عزیزان قرار است بگویم که سمیه چی کار کرده. در نیمه نهایی راه پیدا میکنه. در نیمه نهایی سریلانکایی را 14-3 برد، رفت فاینال. در فاینال نیپالی را با نتیجه 10-3 شکست داد و نخستین بانوی افغانستان در تاریخ تکواندو در جنوب آسیا تبدیل شد که به مدال طلا دست پیدا میکنه. این افتخار بزرگ به مردم افغانستان تبریک میگم. سمیه غلامی کسی است که طلا گرفته در وزن منفی 57 کیلوگرم و بعد از این مسابقه
شریف مرادی و محمود حیدری را هم فراموش نکنین. سمیه غلامی به مدال طلا دست یافته. این ورزشکار هم برد از بوتان، سریلانکا را هم شکست داده و نیپال هم در فاینال شکست داده. نتایج بعدیش 14-3 سریلانکا را برده و 10-3 هم نیپالی را برده و طلایی شده سمیه غلامی در تاریخ تکواندو افغانستان. इनका फासला कोई बड़ा फासला नहीं है जहां तक मनोज जॉर्ज का सवाल है, क्योंकि ऊंची पहुंच है, लंबे पैर हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी भी वो 3 अंक अर्जित कर सकते हैं. وزن منفی 74 کیلوگرم از شریف مرادی در برابر حریف هندوستانیش قرار گرفته که از راوند اول مسابقه ششم آزم تماشا میکنین که شریف مرادی در وزن منفی 74 کیلوگرم در برابر حریف هندیش در فاینال قرار گرفته. شریف مسابقه همچنان ادامه داره. امتیازها 5-3 هست، قسمی که در تصویر میبینین. चाहे जो हो, लेकिन अंक लेना जरूरी होता है इस तरह के मुकाबले में. 8-5 के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत. Start of the second round, both the fighters back in action, back on the court. Afghanistan, Muradi straight into action and there you see a good 8-5 است نتیجه به نفع شریف مرادی. البته راوند دوم هست که تماشا میکنین. ممدول یوچاگی زد تکواندوکار هند. امتیازها 8-5 به نفع شریف مرادی هست که میبینین فاینال وزن منفی 74 کیلوگرم است. پیش از این شریف مرادی 2 پیروزی به دست آورده که به این مرحله راه پیدا کرده. Looking for the target, but a good defense equally by his Afghani opponent. Looking for the target, and there you could see. حرکت خوب اما اکیونگو باید بگیره. شریف اکیونگو میگیره. میخواست دولیوچاگی و صورت حریف هندیش بزنه. شریف مرادی در انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان در سال روان مدال طلا گرفت، همه را شکست داد. عبدالیوچاگی در فاینال ورزشکار از غزنی را شکست داد به اسم سفری و امتیازها 9-5 میشم به نفع شریف مرادی. عبدالیوچاگی امتیازها 9-6 شد. حالا قهرمان تیم ملی تکواندو افغانستان از در وزن 4 با دوباره آمدن روح‌الله نیکپا از خارج از کشور. شریف مرادی در المپیک جنوب آسیا وزن 5 بازی میکنه و روح‌الله نیکپا وزن 4 طلا گرفت. به خاطر که طلای افغانستان بیشتر شوه این کار فدراسیون تکواندو انجام داد. کار بسیار خوب و شایسته بود، به خاطر که در یک وزن 2 تکواندوکار نمیتونن که در مسابقات آسیایی و المپیکی و جهانی و جنوب آسیا نمیتونن که 2 تکواندوکار در یک وزن باشن، اما در مسابقات گراند پرکس یا جایزه بزرگ این امکان داره نظر به رینکینگ. یکی از آینده دارهای خوب خیلی عالی حرکت خوب پاکات چاگی بچه‌ری ورزشکار هند زد، اما امتیاز نشد به خاطر که به نظر میرسه نمیفهم چرا. به هر صورت ما سر کارت بلند میکنم، ببینیم که اگر لگد اصابت کرده باشه به گردن ورزشکار باید امتیاز به شریف مرادی داده شوه، اما اگر کلاه برخورد کرده باشه و کلاه برقی امتیاز نداده باشه امتیاز داده نباید شوه و کارت ماستر کوریایی افغانستان به اسم ماستر مینسین هاک باید ریجکت شوه یا باید کارتش گرفته شوه. شریف مرادی فاینال برگزار میکنم. پیش از این حریف از بوتان را با نتیجه 14-2 یعنی 12-0 یعنی ناکاوتی شریف مرادی بوتانی را شکست داد و رفته به فاینال. अभी भी कोई तब्दीली नहीं, कोई अंपायर का निर्णय वहां पर नहीं आया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस तरह से प्रतिकार किया है मोहम्मद शरीफ मुरादी ने काबिले तारीफ है। एक चैंपियन को जिस तरह से खेलना चाहिए भारत उसी तरह से खेल वो दिखा रहे हैं। Absolutely Mahesh, what a demonstration of class, of strength, of skill in every department. Muradi at the moment is proving to be superior
محمود حیدری هم حریف اول خودش از بوتان 17-4 شکست داد. با اختلاف 13 امتیاز حریفش شکست داد. حریف دومش از سریلانکا محمود 11-7 برد، رفت به فاینال و در فاینال در برابر هندی تا لحظات دیگر قرار میگیره که اون مسابقه را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد و بیننده فاینال مسابقه محمود حیدری با ورزشکار هند هم باشین. امتیازها 9-7 به نفع شریف مرادی بود و حالا امتیازها 12-7 باید شد. بله، کارت ماستر کوریایی ما کارتش قبول میشه، ویدیو ریپلی انجام شد و حالا 12-7 شریف مرادی در برابر حریف هندی خودش در فاینال وزن منفی 74 کیلوگرم پیش میفته. او دولیو چاگی از طرف شریف مرادی یا شریف ترکمنی. مهم دولیو چاگی، دولیو میزنه شریف، خیلی خوب، اکنگو میگیره شریف و امتیازها بازم پاکات چاگی 13-7 هست نتیجه. حالا 13-8 باید شوه که دو کنگو گرفت رد در رد یا پی در پی. شریف ترکمنی بیننده فاینال وزن منفی 74 کیلوگرم مسابقات المپیک جنوب آسیا است از طریق نخستین شبکه تخصصی ورزش در افغانستان با گزارش بنده ذبیح الله شهزاد. 13-8 نتیجه است به نفع تایکواندوکار از افغانستان. سمیه غلامی هم بیشتر مسابقهش دیدین، جزئیاتش نمی‌دونم، گفتم که سمیه غلامی طلا گرفت و نخستین بانوی تاریخ تکواندوی افغانستان و ورزش افغانستان در المپیک جنوب آسیا تبدیل شد که به مدال طلا دست پیدا میکنه. در بخش زنان افغانستان در رشته‌های مختلف قبلا طلا داشته، در پهلوانی، در تایکواندو، در بخش مردان، اما در بخش زنان ما طلا نداشتیم. در بسکتبال هم طلا داشتیم. در سال 2010 تیم ملی بسکتبال افغانستان قهرمان المپیک جنوب آسیا شد. هند شکست داد در فاینال افغانستان. فوتبال ما دوم شد در سال 2010. محمد شریف مرادی के पक्ष में मनु जॉर्ज केवल 8 अंक बना पाए हैं और در روزهای ابتدایی رقابت‌ها خیرالله لعلزاد در رشته ووشو هم نخستین طلای کاروان ورزشی افغانستان در همین رقابت‌ها به دست آورد. بعد از او رولای نیکپا و محسن رضایی 2 طلای دیگه گرفتن. افغانستان 3 طلا به دست آورد و حالا سمیه که طلا گرفت شد 4 طلا. این بار که شریف هم در پوزیشن یا موقعیت طلا قرار داره میشه 5 طلا و بعد از این محمود هم فاینال برگزار میکنه که طلا بگیره میشه 6 طلا و ما موقتا در جایگاه 4م در مسابقات المپیک جنوب آسیا قرار میگیریم، حتی بالاتر از بنگلادیشی که همیشه در مقام‌های 3 و 4 بوده با کسب بیشترین مدال طلا بعد از هندوستان و پاکستان و سریلانکا. هند تا به حال 157 مدال طلا گرفته، در جایگاه نخست قرار داره. لگدهای خوب و سرعتی شریف مرادی 14-9 میشه نتیجه. عبدالشاگی خوب کنگو شریف مرادی میگیره و امتیازها 14-9 به نفع شریف مرادی است. پرس میکنه، خیلی خوب پرس میکنه شریف مرادی. پرس کردنش سبک و استایل سیاقش مانند رولای نیکپا هست، ببینین، اما خیلی جسور و جنگنده کار میکنه شریف مرادی، مانند الگویش که رولای نیکپاست. He and the coach of India has asked for a review. He might be calling for a در باشگاه review from the judges and I think تکواندوی استاد محمد بشیر ترکی تکواندو میکنم. شریف مرادی، عبدالی چاگی امتیازها 14-9 هست. عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان از شریف مرادی 14-10 میشه نتیجه. اختلاف به 4 میرسه. پرس میکنه حریف 15-10. بازم پرس میکنه حریف شریف مرادی یا شریف ترکمنی. او پاکات چاگی امتیاز نمیشه. پرس میکنه حریف بازم شریف و عملکرد خیره کنندی داره
هندوستانی ها تکواندوشون خیلی سطحشان بالا شده. اسمی که میبینین باکات چاگی، عبدالیو چاگی 16-10 هست نتیجه. اولی کار میکنه شریف. فاینال وزن منفی 74 کیلوگرم است. در کوچینگ او هم پاکات عبدالیو شریف ترکمنی است که فوق‌العاده کار میکنه در برابر حریف هندوستانی خودش در فاینال وزن منفی 74 کیلوگرم. خودش قهرمان تیم ملی در وزن 4 هست. با آمدن نیکپا آمده به وزن 5 وزن 5 بازی میکنه و فعلا نتیجه عالی را به دست آورده. بوتانی را 14-2 شکست داد. در قبل فعلا در فاینال با هندوستانی قرار گرفته. هر کدام تکواندوکارای افغانستان که تا به حال فاینال رسیدن با 3 پیروزی به فاینال را پیدا کردند. تکواندو عالی کار میکنه برای افغانستان. در مسابقات المپیک جنوب آسیا که در 23 رشته ورزشی برگزار شده، فعلا رشته تکواندو رو تماشا میکنین. متاسفانه بوکسرای ما نتایج خوب نگرفتن تا به حال. امیدواریم جودو نتیجه خوب بگیره. کنگو باید بگیره. تکواندوکار هند، ووشو، پهلوانی نتایج خوب گرفته. تکواندو هم که عالی و درخشیده واقعا در المپیک جنوب آسیا 17-10 توسط عبدالیو چاگی امتیاز گرفت شریف. امتیازها 17-10 هست. پرس میکنه حریفه. یک کنگوی دیگه باید بگیره. وضعیت خراب داره هندوستانی. شریف 68 کیلو وزنش است. در وزن منفی 74 کیلوگرم رقابت میکنه و 6 کیلو از حریف هندوستانی خودش کرده. وزنش کمتر است اما میدرخشه مانند یک الماس برای افغانستان و امیدوارم در مسابقات جهانی همچنان آسیایی و مسابقات جایزه بزرگ و سایر رقابت ها به نمایندگی از افغانستان اشتراک بکنه. از این پس 18-10 به نفع شریف ترکمنی. عبدالیو چاگی وضعیت خوب نداره هندوستانی. پرس میکنه حریفه. خیلی عالی. عبدالیو چاگی های قشنگ را انجام میده. 18-10 است نتیجه. شریف ترکمنی قهرمان مسابقات المپیک جنوب آسیا در رشته تکواندو شناخته میشه و این دومین طلای افغانستان در امروز است و بعد از این نوبت به محمود حیدری میرسه که نمایندگی از افغانستان خواهد کرد. در مجموع این 5مین طلای افغانستان است در سایر رشته ها که تنها 1 طلا ووشو گرفته و تنها در رشته تکواندو ما تا 4 طلا داریم و اگر بعد از این محمود هم طلا بگیره افغانستان 6 طلایی میشه و تکواندو 5 طلایی میشه. یعنی پرچم سرنگ افغانستان که توسط شریف ترکمنی به اهتزاز در میاد. باید تشویق شود. وقتی که برگرده باید تشویق شود کل ورزشکار افغانستان. और महमूद हैदरी अफगानिस्तान के बीच एक अंक के लिए संघर्ष करना और فاینال وزن منفی 58 کیلوگرم است. محمود حیدری در برابر حریف خودش قرار گرفته. فاینال برگزار میکنه. برنده به مدال طلا در وزن 58 کیلوگرم در رقابت‌های المپیک جنوب آسیا دست پیدا میکنه. किक लगाने की कोशिश अनबने ढंग से ये किक, इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई जोश नहीं है, न कोई टाइमिंग है, न कोई वहाँ पर मौका है, केवल अपने विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव बनाने के लिए कई बार खिलाड़ी इस तरह के किक्स लेते हैं, लेकिन ये किक जो महमूद हैदरी ने ली थी चेहरे के सामने से घूमती हुई चली गई. अगर चेहरे से به هر صورت مسابقه ادامه داره. فعلا میبینین محمود حیدری در برابر حریف هندوستانیش قرار گرفته. एक एक अंक के साथ तीसरे राउंड की शुरुआत होती है. راوند آخر باید آغاز شد. امتیازها 1-1 برابر هست. راوند سوم میان هر دو تکواندوکار آغاز میشه. عبدالیو چاگی، محمود حیدری. عبدالیو میزنه. بازم عبدالیو چاگی میتونه روی بزنه محمود در این لحظات. فاینال این وزن است. بیشتری 2 حریفش شکست داده. محمود حیدری با هوگو یا چستگارد سرخ هست. دوبل خوب. بازم عبدالیو چاگی امتیاز نشد. روی میزنه. پاکات چاگی 4-1. خیلی عالی کار میکنه محمود حیدری یا محمود حیدری.
محمود حریف اول خودش از بوتان 17-4 برد، رفت به نیمه نهایی. در نیمه نهایی سریلانکایی را 11-7 شکست داد و فعلا در فاینال در برابر حریف هندوستانیش قرار گرفته. هندوستانی ها در وزن هفتم ما را شکست دادن. رامش حسینی را برد هند، رامش نقره گرفت به نتیجه 10-11 هند رامش شکست داد و تنها در فاینال ما تنها در وزن هفتم باختیم. دیگه تمامی فاینال ها بردیم که فعلا محمود هم با هندی فاینال برگزار کرده. رولا در نیمه نهایی هند برد، در فاینال پاکستان شکست داد 11-3. پای تکواندوکار پاکستانی شکسته شد و رولا طلا گرفت. پیشواز نیپال 13-6 رولای نیکپا شکست داده بود و طلا گرفت. محسن رضایی حریفای قبلیش 13-1 و 23-1 شکست داده بود. در فاینال حریفش از هند شکست داد. امتیازات 4-1 هست، 15-12. محسن حریفش در فاینال برد 4-1. محمود پیش است. محمود حیدری نماینده خوب افغانستان، کسی که در مسابقات البته جهانی 2009 در دنمارک مدال نقره دنیا را گرفت. در فاینال به برتریت به قهرمان 3 مرتبه دنیا باخت. در آسیا برنز داره محمود. با 2 پیروزی متوالی در فاینال با هندی قرار گرفته. هندی هم قدش خیلی بلند است، میخواست پاکات بزنه. محمود 5-1 نتیجه به نفع محمود حیدری هست. برنده طلا میگیره در جنوب آسیا. در بلند بردن رتبه افغانستان خیلی میتونه مفید باشه. 6-1 میخواست مومدولیو چاگی بزنه. مسابقه ادامه داره، قسمی که میبینین در تصویر. 7-1 نتیجه شده. خیلی خوب فرار میکنه. کنگو دار میته به محمود. امتیاز 7-2 شده. 5 امتیاز محمود پیش است. عبدالیو چاگی از طرف محمود حیدری خیلی خوب بلاک میکنه پای حریفه. کنگوی دیگه هم میخواد داور بته به محمود. احترام میکنه محمود، داور میگه که تشکر. بله، محمود حیدری قهرمان وزن منفی 58 کیلوگرم شناخته میشه. در کنارش ماسر مین سینهاک و ماسر محمد بشیر ترکی را هم دیدین که به هر صورت افغانستان طلا میگیره. با این طلای محمود در رشته تکواندو افغانستان تا به حال 5 مدال طلا کسب کرده و افغانستان در مجموع با 1 طلای وشو و 5 طلای تکواندو در جایگاه 4م در میان 8 کشور قرار میگیره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.